سلام، اسمتون چیه؟ خودتون معرفی کنین، اهل کجایین؟ سلام همه، اسم من الفردوه. تو مکزیک به نوعی اومدم ولی تو امریکا بزرگ شدم، یعنی از 5 سال اینجا اومدم. به عبارت دیگه میشه گفت که امریکایی هستم، هم میشه گفت که مکزیکی هستم. خب چی شد که فارسی رو خواستی یاد بگیری؟ وای چه سوالی. خب که شروع کردم از یکی از دوست مشترک ما، یعنی من و تو، پرسیدم ببین میتونی یارم بدی. ازم پرسیده برای چی؟ خب راستشو بگم میخواستم با دخترای ایرانی خوشو بش کنم، ولی برای که یاد گرفتم حرف دیگه داشتم. ولی اولا آره، وقتی که شروع کردم خواستم با دخترای ایرانی حرف بزنم. دوستم اصلا نمیخواست الفبای فارسی رو یارم بده، به خاطر همین من یک کتاب عربی خریدم، با اون کتاب یاد گرفتم بنویسم. ولی آره یکی فرقی میکنه، به خاطر همین تو اینترنت چند حروف اضافه هم یاد گرفتم، هم تلفظ زبان فارسی رو، چون در مقایسه با زبان عربی خیلی فرقی میکنه. چه اصطلاحات فارسی رو یاد گرفتی تا حالا؟ تا حالا خب مورد لنگه من دم گرمه، مثلا وقتی که چیزی فوق‌العاده انجام میدی میگی بابا دم گرم، بعد با حال بود، حال میده، برو بابا، ایول، ایول هم خیلی باحاله. مثلا میگی بابا دم گرم، ایول. غذای مورد علاقه ایرانی چیه؟ زرش پلو، کباب کوبی. میشه گفت که همه غذای ایرانی خوردن تا حالا به جز آبگوش و کله پاچه، ولی خب زرش پلو خیلی دوست دارم. علاوه بر این شیرین هم خیلی دوست دارم، مثلا فالوده شیرازی، بستنی ایرانی خیلی خوشمزه است. آره هم سوهان خیلی خوشمزه است. اوه چاقی کنه. چاق میکنه؟ آره دیگه. به نظر خودت چه کاری میکنی که خیلی ایرانیه؟ خب به نظر خودم باید بگم که حتما بشکن زنان غیر آدم. یک کاری دیگه که خیلی دوست دارم انجام بدم قیمت کردنه. همیشه با بچه ها میشینیم پشت سر همه حرف بزنیم، خیلی بامزه است. میخوام چند بیت شعر حافظ رو براتون بخونم و میبارم که لذت ببرین. در مذهب ما باده حلال است، ولیکن بی روی تو ای سر بلندام حرام است. حافظ ننشیم بی می و معشوق زمان رو، کایام گل و یاسمن و بید و سیام است. به 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 به.